مردمی همین فرزانیم همین چیزها چکل ریواجه زنش مرد چه میگه مرد زنش میگه که من تو را دوست میدارم. ببینید اینها برادرای عزیز این پروگرام ها در دین ما هست، این تعلیمات های دین ما هست. هر ملت و هر یک نفرهایی که از این خوانده گذشتن دیدن که در این خوشبختی یک گرفتن و به نام خودشان گذراندنش. برادرای عزیز شما هم باید با زنهاتون حظ شوخی داشته باشید. شما هم باید برادرای عزیز با زنهاتون گویید که زنک من تو را دوست می‌دارم. زیرا این حق هم دارد، همین حق هم دارد که تو باید بگویی که من تو را دوست می‌دارم. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی با باوری و اعتماد کامل توسط رانندگان مرد و زن شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی میرزا مراجعت نمایید برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس جمع 7 926 319 59 61. در وقت همخوابگی تست تمام میکنید و میخواهید مهلت همخوابگی خود را دراز نمایید و همچنین تست پیشاب میکنید پروستاتیت به شما ضرر کرون میرساند، میتوانید از این دارو استفاده برده پروستاتیت خود را و همچنین مهلت همخوابگی خود را و همچنین مردانگی خود را قوی نمایید. مرحمت برادران، ضررتای علین زنگ زده و شرکت شفافرما مراجعت نموده داروی خود را زکات کنید. سلام علیکم برادران، بسیاری شما میپرسیده که کریم فرنچ پریزبوس و ایندیا کمتر معلومات میتونم در شما. مهلت همخوابگی دراز میکنه بین ای 12 تا 45 دقیقه. مرحمت برادران، اوریجینالش در ما هست. اگر در شما لازم باشه مرحمت زنگ بزنید به همه شهرها دسترسی میکنیم. بیاد که مردک منم تو را دوست میدارم. ما حدیث داریم از جناب امام نسائی که میگه ان الله لا ينظر الى امرأة لا تشکر لزوجها. خدا نظر نمیکند به چهره زنی که برای شوهر داشتنش شکرگزاری سوی خدا نکند. نگه که خدایا من به سوی تو شکرگزاری نکنم که من صاحب شوهر شدم. اینا میگه شکرگزاری کنه نکنه خدا با اون نظر رحمت نمیکنه. همچنان عکسش کسی صاحب زن هم که شود پیغمبر نازنین رو میگه الدنیا متاع و خیر متاع المرأة الصالحة. دنیا با مثال متاع است، یکی بهترین متاع دنیا زن صالحه است. بهترین نعمت دنیا میگه زن است. ببینید باید برای زن داشتن کنم شما شکرگزار باشید که خدایا ما را به این نعمت تو بر مثال چکار کردی رسانیدی، شکر بسوی تو. برادرای عزیز اینا را احمد حنبل میگه اگر انجام بدید تو آسوده و خوشبخت میشی. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم به زبان عربی نویسه هم به زبان کریلیکی نویسه هم ترجمهش به زبان تاجیکی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تصور کنید زن پیغمبر با پیغمبر تابعدار قهری است. از اون جمله آخه خاک پای مادرمان عایشه چه؟ عایشه مادرمان چی گفت؟ اینی لا اعرف رضاک من غضبک. عایشه وقتی عایشه غضبناک بود گفت عایشه من میدانم که تو کی غضبناکی بود کی رضایی. ببین کی حالت غضبی تو را رضایی تو را من میفهمم.
بعد عایشه گفت چه میفهمی؟ گفت زمانی که تو اگر غضبناک باشی میگوی قسم به خدای ابراهیم، نمیگوی قسم به خدای محمد، میگوی قسم به خدای ابراهیم، من میدونم که اول از بر من غضب داری. یکی وقتی که بگوی قسم به خدای محمد، من میدونم که در دل تو در نسبت من رضایی هست. این پیغمبر در همین مناسبت شعر با قدیس خب ای در همین گیوش میدونه قدیس رو باز بکنه. برای همین بود که با بازن همین چی میگو؟ وقتی پرسیدمش حضرت کدام انسان به سوی تو محبوب ترین آدم است؟ گفت عایشه. حتی که گفت عایشه محبوب ترین انسان به سوی من است. بعد میگه راوی حدیث میگه گفته نه حضرت ما از مردکا میپرسیم. گفت پدر عایشه. بازن همین قدر ناز و کرشمه عایشه با میگه محبوب ترین زن من عایشه است. برادر عزیز احمد حنبل میگه که زنک ناز و کرشمه را دوست بدارد. ناز و کرشمه زنک بردار. این چی میشه که زنک ناز و کرشمه را برداره و تا ایوان برداری؟ تو کی؟ قرآن میگه هن لباس لک کاری شنی و پس باشه که زنک که من تبدیل در یک طبق نام میکنم. پیامبر میگه بهترین برادر عزیز بهترین صدقه بهترین صدقه به سوی الله انمو صدقه است که تو با دست میگیری و در دهن زنک میونیش. پیامبر میگه بهترین صدقه است. آیا همین مردم همین طرف رو میگه ما همین کنار رو میبینیم، همین کنار رو میبینیم که همین مردم یگان طعام مراجنی یگان شیرینی در دهن زنانشون خسون میمونند. این تعلیمات پیغمبر میگه بالاترین صدقه است. برادر عزیز با اندک یک کار عادی را انجام دادن میدونه که این مستقلی زندگی را ایفاده میکنه. این معنای او را دارد که تو یعنی در زندگی اعتمادی داری، تو از این زن باوری داری، تو این زن احترام میکنی. این کاری را که پیغمبر کرده او به خاطر شهوت چرانیش نکرده. او به خاطر که زنها را دوست بدارم و دائم در گرد من زنها جمع باشد، نه به خاطر نیست. حضرت هر کارش تعلیمات برای ما بود. حاجت را خانه رایی شدید چکر برد، خواب کنی شدید چکر خواب بکرد، نشسته شدید چکر نشست. او را خداوند هم تو روان کرد که هر کاری را نگه کنیم تعلیم بگیریم. این به همین خاطر آمده گرد. میگه استخوانی را که عایشه میخوای، برادر عزیز تصور کنید، استخوانی را که عایشه میخوای پیغمبر میگیرتش میخوایدش. شما را طبیعت منقضی پیغمبر نازو کرد. تصور کنید عایشه در حالت حیض بود، حضرت میگن که تکیه میکرد در سرش بالای سینه پیغمبر حضرت عایشه را میموند و قرآن میخواند. یعنی سرش در بغل عایشه میموند. ولی این سرماندن ما که جا داره برادر عزیز، سر در بغل عایشه میموند و قرآن میخواند. زنهاش برادر عزیز جمع میکرد نگاه میشلو مینشست در بنش رو مینشست که چی مشکلات داریم، چی پرابلم داریم، از هر کدامش میپرسید. برادر عزیز اگر محبت پیغمبر دارید، احترام به پیغمبر دارید، این کار پیغمبر است، این کار پیغمبر ماند، این تعلیمات پیغمبر ماند که اینها را انجام بدید و بعد ببین مردای زندگی را ببین، بعد لذت زندگی را ببین. آخه همین میز روی خانه برادر عزیز اگر راه سنت را بگیرید دائم تبسم است، دائم از دیگر فهمی است، نیست بوی جنگ در اون خانه نیست، لذت میبرید. ولی وقتی که ما خلاف سنت که میریم بعد همه این بدبختی ها ما را فرا میگیرد. بعد شیخ سعدی میگه تیپای رفتن به از کفش تنگ
برای سفر بهتر در خانه جنگ. این خانه‌ای که جنگ داشته باشه ایولا سفر نباشه میگه بهتره. یکم و دوم اکمال مختصر برای شما یک گوشه کنم. نصیحت سوم گفت چی است؟ عادتاً زنها مرد درشتی تندخوی را دوست نمی‌دارند. زنها همین مرد که تندخوی است و بدفعل است یا بدسیگار است. میگه زنها که نظر نمی‌بینه بچه دوستش نمی‌دارند. اما در برابر این مردان از حد زیاد نرم و خوشرفتارند زیر پای می‌کنند. بچه شو بسید بچه تندخوی بد می‌بینه و نکنه تری ساده که بچه با تایفون می‌کنند. برای همین میانش بچه انتخاب نه این طریق تا تایفوی زنده پرتا نه اینقدر تندخوی بدسیگار شد میانه این بچه انتخاب حقیقتاً خوشفعلی برادر عزیز چه کاری خوبه که همه میگه این نظر اینه لیدرک بی حسن خلق درجه صائب الفضل. کسی اگر اخلاق خوب داشته باشه برادران پیغمبر میگه مثل آدمی هست که روز روزه داره شب تا به روز نماز میخونه. انا همون ثواب بگیری اگر رفتار خوب داشته باشه. خب میگه چهارم زنان از مردان عیناً همون چیزی رو میخواهند که مردان از زنانشون میخواهند. چیزی که تو از زن چی چیزی را که میخواهی زن میگه همین خواهش های تو دارم. مثال از جمله خوش سخنی، داشتن ظاهری پاک زیبا، آراستن سر و لباس، همیشه خوشبوی بودن و غیره. پس تو هم در معامله با همسر همین طور باش. بچه تو هم میخوره که زنه فرما دادنی باشه. زنه که لباسکوی نو داشته باشه. مثلا وقتی ببینیش خب اصمت دادگی باشه. تنفش خوشبوی باشه. خب بسیار خوش سخن باشه. انا همین ها را میگه زن ایسو میخواهد اصلا همین باشی. حضرت ابن عباس میگه که چیزی که زنه کچ از زینت نداد پیش من میومد من خیلی از زینت نداد پیش میرم. تصور کنم که خیلی زن وقتی که کچ خوشبویی کنه سرما بزنه اصما کنه تو به همین لباسای پوری او عرق هست. خب بگیم یک بوی غریب از زیر کشت و از بدن بیرون باید. این را میگه زن نظر میبینم. زن از این استفاده بودن نمیتونه. پس همین ظاهری ما هم این احمد میگه ظاهر توی باید زیبا باشه. هر زیبا ضرورت است توی بین در بچه های ما حاضر میبینی مویوی مثال بسیار امتلی جولیده ریشوی جولیده همین چیزها هم باید با ترتیب باشد. من در حدیث جناب امام علی در موطأ آورده میگه یک نفر اومد پیش پیامبر سرش بسیار تل موی علی ریشاش هم شانه نکرده. بعد میگه حضرت منش کرد گفت این با ترتیب بیاریمش. وقتی با ترتیب آوردنش گفت این بهتر نبود که اخترنگ شیطان کرده بود. این بهتر نیست که اخترنگ شیطان کرده. یعنی باید آراستگی در ما باشه برادر عزیز. پیغمبر باید دنیا که چیز در دوست می‌داره خوشبویی. ولی بعض اقتدا است که او بچه عصر نزدی ملائکه کنار نمی‌ریزد. نه نمی‌ریزد. ملائکه در همون انسان نزدیک میشه بوی خوش داره. ردی سحر و جادو را بینید با قرآن. یک سبب نزدیک نشیدن جن همه که آدم خوشبو باشه. اگر آدم بوی بد داشته باشه جن در داخل میشه. خوشبوی باشه خانه خوشبوی باشه جن در تو آمدن نمیشه. این ما تعلیم داده که همین مسئله همین خوشبویی باید باشه. پیغمبر خدا خوشبوی بود. خب نصیحت پنجم فراموش نکن زنان خانه را برای خود همچون مملکت شاهی می‌سازند. با چنین تصور دارند که در خانه‌هاشون بالای تخت شاهی نشستند
پروری همون تختم از ویران کردن این مملکت شاهی همسر بپرهیز و هرگز تلاش ستاندن مقصد مجازی شاهی را از وی نداشته باش، زیرا اگر از چنین کوشش کنی تا این مقصد شاهی را از همسر بستانی، پس هر آینه این دشمن برای تو میشود. زن میگه همین در درون خانه مثل که شاهی که در بالا همین کرسیش شگیه، کرسیش هم مثال دوست میدارد، زن در همین خانه میخواهد همین شاه باشد. میگه همین دسته بخیلی نکرد، همین شاهی را بکش، بگذار در همین درون خانه شاه همین زنک باشد. زیرا اگر میگه همین در بخیلی کنی و همین شاهی را، معنای شاهی اینه که اگر تمامی کار و همه فعالیت و همه رهبری در دست زنک باشنی، قرآن میگه الرجال قوامون علی النساء، بلکه دوست می‌داره که در همین خانه مثل همین یک آدم کلام باشه. میگه همین در بخیلی نکرده پیش باشه. و یک قصه از سیالی در بوستان شیخ سعدی میگه شکایت میکنه یک که میگه همین زنک میگه همین کارزاری میته، همین قدمی میته و شیخ سعدی را مثال میزنه، میگه که یعنی میگه تو پروای غم و پروای مثال مشکلاتش نفاقی. یعنی میگه ببین میگه هر چنده که اگر وای دقتم فطرتی است، ولی به هر حال بچم او همیشه در زیر سعی، او در بالای تو نیست. یعنی به همین معنا میاره. نصیحت ششمش میگه زنان همیشه دوست میدارن که دل شوهرش رو به دست بیارد و هم اهل عائله‌شون رو از دست ندهد. پس اینکه خود را به اهل عائله همسرت در یک ترازو قرار بده، پرهیز نما، هیچ با همسرت مگو که من یا اولادم، این دست ندارد. یعنی میگه همیشه زنک کوششش همیه که هم دل شوهر به دست بگیرد، هم معاملش با خانوادهشون باشد. این را در پیش نگذار بچم که یا خانگیات کنه انتخاب که یا مرد. میگه زیرا از ترس از هراس را انتخاب میکنه، ولی بچم زندگی آسوده و خیر نداره. این در مردم ما بسیار اینه، یا مرا انتخاب میکنی یا مقصد پدر و مادرت انتخاب میکنی. این برادر عزیز این بسیار پیشنهاد بدبختانه است. این را هیچ وقت نکنید. شما حق ندارید که زناتون از رفتن خانه و مادر و پدر اولاد منع کنید. این را حق ندارید. خب هفتم نصیحت میگه چنانه که میدانید زنان از طبقه کج آفریده شدند. احمد حنبل گفته اصلا سر و حسن و جمال و جذابیت زن هم در همین است. همین زنها برادر این مرأت خلقت من ضلع، پیغمبر میگه زنها از قبرغه آفریده شدند، قبرغه کج. یعنی میگه با همین میگه جذابیت زیبایی زن هم در همین است. میگه ابرو اگر راست میشید، احمد حنبل اینجا میگه راست میشید زیبا نداره. یکی ابرو وقتی که اگر کج باشه چه زیبا است. میگه برای همین جذابیتی زن، زیبایی زن هم در همین که وای کج است. خب این کجی برای عیب شمرده نمیشود. این عیب نیست که زنک از قبرغه آفریده شده بود. درست همین تفسیر زیبایی ابرو در کجی آن باشد. پس اگر رفت و از همسرت خطای سرزد با تمامی زیر بالای راست کردن کجیش بر وی نیست. یعنی دیدی که اگر خطا کمبود کرد بچم حرکت نکن که راستش میکنی، زیرا اونها از قبرغه کجند و هم که کج باقی میمانند. برای این پیغمبر خدا گفتن که اگر شما بخواهید که معاملتون با زنهاتون بد نشود، با همون کجی که هستن با هم کجی با او زندگی. نصیحت هشتم سرشت زنان البته با استثناء با ناصفاتی و انکاری کرده آفریده شده است.
اگر باید که از آن تمام عمر نیکی کنی پس یک مرتبه نسبت از بدی روا بینی میگه هرگز من از تو نیکی ندیدم. خب نباید از اخلاق همسر تو را وادار ساز که تو در حقش بدی کنی. بچه میگه طبیعت زن همیه 50 سال خدمت شده و یک کاراش بید یک روز نشد میگه مردم مایتی هیچ ندیدم. میگه این در طبیعت شد برای بچم ایده میگه خفه نشد برای این گپشم زندگی تا میگه ناآسوده نکن بدون که در طبیعت شد این گپ باید بگه. او قصه سنبخه تو سنبخه میلوی او در خجدم های بعد پشتکش بارش میکنه و اکو باید ای دریا بگذارونش مقصد خجدم هم همین بود پشتی سنبخه در سوال تانیم دریا را میبرش که همونجا که خرش خرش میشم میگه چیکار میکنی؟ میگه میخوام که بگذارم آخی میگه من در نیکی کشتم آخی میگه در طبیعت مای در طبیعت ما همیه که من باید کسی نیکی میکنه نمیکنه من باید را بگذارم نیکی این در طبیعت که همین هست که باید همین گفت بگه برای این تو ملال نشد بعد همین دیگر همه را بسد این چی باید ما 50 سال بوده خدمت کنم این چی گفت بگفته دیگه بچه ملال نشد این همین خیلی این را باید بگه خب سیو نصیحتی خوب کرده. نصیحتی نهم گفت بچم زنان در زندگی روزهای دشوار بیماری و حالتهای ناتوانی را پس سر میکنند. حتی خداوند در چنین حالت برای زنان سبکی را از آن جمله فرضها را از گردنشان ساقط کرد. مثل حیض و نفاس این زنان می روزه میگیرن این نماز میخوانند. برای میگو بچم وقتی زنان که دیدی که بیمار های ترحم کن. مثلا کارهای خانه را خدا بکن. حضرت یوشی مادام مستم حضرت روز زود در خانه را چیکار میکنم؟ گفت چی کاری را که در خانه ما میکنیم حضرت میکنم. میگه حتی روز میدوشد گوسفند میدوشد لباسش میدوزد ببین خانه را جارو میکنم. میگه وقتی آواز اذان که داده شید همه را میپرسه و نماز کنید. شما در حالت بیماری زن گفت ترحم کنید. اما نصیحت دهم بود چی است؟ دانسته باش همسر از وقتی خانه تو میآید دیگر حکمی اسیر را دارد. پس در حق وی رحم کن و ناتوانی‌هاش را از ناتوانی‌هاش درک بگذار. اگر این نصیحت‌های من را به جا آوردی همیشه آسودگی بچه‌ام نصیب حالت است. یعنی دهمش چی بوده؟ همیشه گفت همسر حکم اسیر را دارد. این چیزی که آدم اسیر می‌شود در ما همون اسیر را چی معامله باید کنیم همیان اسیرهای شما. این 10 نصیحتی بود برادرای عزیز که من مختصر برای شما گزارش کردم. از خداوند امید دارم انشاءالله که چی هست شما را گوش انداختید. اگر کدام که مبادای نادرست رفته باشید شما اینها را اصلاح میکنید. اکنون برادرای عزیز من یک بگیم مراجعت دارم. یعنی مراجعتی بگیم که برادرانه فقط همین مراجعت ما را به طریق بسیار درست گوش کنیم و از همین درست برخوردار کنیم. زیرا بسیار از صحبت‌های من برای دیگر که تحلیل‌ها هم کردم دیگر که معلومات هم کردم ولی انشاءالله من چیزی را که اگر در کتاب خدا پیغمبر ندیده باشم بودم هیچ وقت از او بیرون برای شما صحبت نکردم. من هر چی گفتم کسی در گفتم بیاید اگر همین حرفی کرد بله حرفی نه خب ادرکش حالا شد بعد طبیعی صاحبی تو گردم. زیده ها هر یک مراجعتی که ما میکنیم برادرای عزیز به خاطر خدا هست و از روی تجربه های همین سفرهایی که دارم برای شما این از گوشتر کردنیم. یکم برادرای عزیز همین موضوع اخوت برادری همین رشته برادری کنن هیچ وقت نکنن. برادرهای اصلی باشید.
یکدیگر تا برادرای عزیز سخت احترام کنید. یکدیگر را هیچ وقت بدی و بخیلی نکنید. پیغمبر ما قسم می‌خورد، قسم به بزرگی خدا، تا آدم ایماندار نشود داخل جنت نمیشود. در دام سخنش میگوید تا اگر مؤمن را دوست ندارد جنت نمیرود. تا مؤمن را دوست ندارد جنت نمیرود. شما یکدیگرتان را دوست بدارید. من بسیار چیزهایی را برادرای میشنوم، باور کنید، ولی وقتی ایرکوتسک برآمده یک بچه اینگوش وقتی من بعض یک مسئله را مطرح میکنم، بسیار به خدا قسم بخشیدم که وقتی که بچه تاجیکی که قندش از 20 بالا میره، تصور کنید مدت درازی در یک آدم غیر تاجیک کار کرده، ولی در همون چی هست؟ 20 هست، ولی حق شما دادم. بعدا میگه وقتی پیش من آمد و به من مراجعت کرد، من رفتم برای حقی او را گرفتن، نگاه میکنم که در همین کار مانع همین تاجیک خودم شده. همون هم میگذاشته که اینها را حق اونها را خودش میگفتن. این مردک مقصد نامش به قبض است، این ریخ شده بر سر برادر خودش، بر سر مسلمان خودش، بر سر ملت خودش. برادرای عزیز میگن همون حضرت مولوی خدا رحمت کند، میگه حقی مردم دیهد لذت به کامت، گلوبی از شوال قیامت. ولی بسیار لذت میترد چون کیفیت میگیم. من مثال ببین از کدام راه ها مثال یافته و خودت هست، یکی فراموش نکنید که اینها گلوگیری روز قیامت میشن. پیامبر میگه من غسل المیت فکتم علیه غفر الله له 40 مرة. یک مسلمان میگه وقتی شما مرده شو میشوید، در همون مرده مسلمان کمبودی ها میبینید، شما همون کمبودی ها را بکشانید، اگر خداوند روز قیامت 40 بار گشته و برگشته میبخشد. مرده یک مسلمان برادر عیب شب سال مرده را وقتی با زنده ای که خدمت کنید، خدا چی مکافات میده؟ ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا. پیغمبر میگه مسلمان به مسلمان دست داد، السلام علیکم دست داشتی. خب میگه اولی دستاش مسلمان ای مسلمان جدا نکرده که خدا گناه هر بشه میبخشه. این احترامی مسلمان به مسلمان. هیچ وقت برادرای عزیز همین اخوان برادرای را بود نکنید، نه دیگه محلگران نشید. این حساریه، ایش قرغنیه، ایش پولوبیه، ایش وحشیه، ایش فلانه، این را من در یک شهر دیگر دیدم. برادرای ما مثال از دیگر ناحیه‌اند، تا اگر نفر از اون ناحیه نیاد در اون کارخانه راه نمیتن. او بیچاره چند آدم منتظر شیشتگی بیکار او را نمیمانند. برای این ای محلی و نیست، برای این هم دینداری نیست، این هم دینداری نیست.